با آکادمی آمون خوش آمده. در ویدیو قبلی با جامدات و مایعات آشنا شدیم و دیدیم که قوه بین ذرات و انرژی جنبشی چه نقشی را در این دو حالت ماده بازی میکنه. در این ویدیو با جزئیات بیشتر همراه گازها و پلازما آشنا بشیم. گازها به موادی گفته میشن که یک شکل مشخص ندارن و قابلیت پخش شدن و پر کردن محیط‌های مختلف دارن. معمولاً ما گازها را توسط چشم دیده نمیتونیم مگر اینکه تراکم آنها بسیار بالا باشه. بیایید یک نگاه نزدیکتر بندازیم به یک مثال که کمک میکنه ما ببینیم گازها چه خصوصیت ها دارن و میبینیم که به چه دلیل گازها توسط چشم دیده نمیشن. در این مثال میگیریم آب در یک ظرف قرار بدیم و به او حرارت اضافه میکنیم. وقتی که آب حرارت میگیره باعث میشه که ذرات از او حرکت کنه و آب به جوش میاد. میبینیم که بخار آب تشکیل میشه. بخار آب اگه شما دقت کرده باشین میبینیم که در نزدیکی سطح آب از تراکم بسیار بالایی بالاست. هرچه که از سطح آب دورتر میشه این تراکم کمتر میشه و تا جایی میرسیم که دیگه ما بخار آب توسط چشم دیده نمیتونیم. حالا در جایی که من گرفتم حلقه کردم، اگه یک نگاه نزدیکتر بندازیم به ذرات بخار آب ما مشاهده میکنیم که چه فرقی بین تراکم بخار آب در نقاط مختلف وجود داشته باشه. در این قسمت که بخار آب نزدیکترین فاصله را به سطح آب داشت میبینیم که بخار آب از تراکم نسبتا بیشتری بالاست. وقتی که به نقطه دوم میرسیم میبینیم که بخار آب از تراکمش کمتر شده و وقتی که شما در نقطه سوم میرسین میبینید که از بخار آب تراکمش بسیار کم شده که دیگه توسط چشم دیده نمیشه. حالا شاید شما سوال پرسان کنین که چرا تراکم بخار آب هرچی که از سطح آب داره دورتر میشه کمتر میشه و توسط چشم دیده نمیشه. ما میتونیم جواب این سوالا به اساس انرژی جنبشی و قوه بین ذرات بده. انرژی جنبشی گازها بالاتر از مایعات و جامداته و قوه بین ذرات گازها پایینتر از جامدات و مایعات. وقتی که شما این دو فاکتور را در نظر بگیرین ما به این نتیجه میتونیم برسیم هرچی که بخار آب به سطح آب نزدیکتره محیطی که برای بخار تشکیل شده وجود داره بیشتر و همین قسم برای نقطه سوم. هرچی که محیط موجود برای بخار آب بیشتر باشه باعث میشه ذرات آب شانس بیشتر داشته باشن که از این سو به اون سو برن. از اون جایی که انرژی جنبشی گازها بسیار بالاست باعث میشه که هرچی محیط بیشتر بشه اینا بتونن جنبش بیشتر کنن و بیشتر پخش بشن در محیط اطراف و این تا جایی میرسه که ما بینیم بخار آب در اتاق پخش شده میره و تمام اتاق پر میکنه تا جایی که ما دیگه توسط چشم خود نمیتونیم تراکم بخار آب ببینیم. از همین خاطر است که ما میبینیم انرژی جنبشی بالای بخار آب باعث میشه که قوه بین ذرات نتونه به درستی کار کنه و نتونه ذرات بخار آب در کنار هم دیگه نگاه داره و از همین دلیل است که بخار آب یا دیگه گازها معمولا توسط چشم دیده نمیشن مگر اینکه تراکم اونها بسیار بالا باشه و در محیطی که اونها قرار گرفتن محیط فشرده و محیط کوچکتری باشه. حالت دیگه مواد که میخوام همراهش آشنا شون هست به نام پلازما. پلازما به موادی گفته میشه که برخلاف مایعات، جامدات و گازها از ذراتی تشکیل شدن
که دارای چارج های مثبت و منفی هستند و این حالت ماده یکی از نادرترین حالات ماده است که در طبیعت وجود داره. معمولا شما پلازما را نمیتونین در طبیعت به فراوانی یافت کنین و از مثال های پلازما که ما همراهش آشنا هستیم میتونیم خورشید نام ببریم یا ستاره های که در کهکشان ها وجود داره. وقتی که انرژی جنبشی و قوه بین ذرات با دیگه حالت مواد مانند جامدات، مایعات و گازها مقایسه کنیم می‌بینیم که انرژی جنبشی پلازما بالاترین در بین تمام حالات مواد است، در صورتی که قوه بین ذرات پلازما پایین‌ترین در بین مواد است. حالا شاید شما بپرسین که چرا پلازما در طبیعت به فراوانی یافت نمیشه و چرا پلازما معمولا توسط خود انسان ها در زمین ساخته میشه. یکی از مهمترین دلایلی که پلازما در طبیعت پیدا نمیشه به خاطر است که مواد پلازما حرارت و یا انرژی بسیار بالایی کار دارن که از حالت گاز به ذرات چارجدار تبدیل بشن. ما در ویدیوهای بعدی با ذرات چارجدار به جزئیات بیشتر آشنا خواهیم شد. حرارت مورد نیاز برای بعضی از مواد که با حالت پلازما قرار داشته باشند باید تا 5700 درجه سانتیگراد برسه که این حرارت بسیار بالایی است و انرژی بسیار زیادی نیاز داره تا که ما بتونیم یک ماده را به پلازما تبدیل کنیم. تا به حال همراه 4 حالت ماده آشنا شدیم که عبارتند از جامدات، مایعات، گازها و پلازما. در ویدیو بعدی یک جنبندی می‌کنیم که این 4 حالت ماده چه خصوصیت ها دارن و چه قسم ما میتوانیم یک ماده را از یک حالت به حالت دیگه تبدیل کنیم و همچنان براتون یک مثال عملی نشان خواهم داد.